بسم الله الرحمن الرحیم. کوتیدیو عالیه. تاریخچه باشگاه سپیدرود رشت، برنامه ای از جهان فوتبال. نویسنده، ادیتور و گوینده متن مجتبی زرابی. ارتش سرخ گیلان، تیم فوتبال سپیدرود شهر بارانهای نقره‌ای 48 سال پیش در سال 1347 مصادف با سال 1968 میلادی با نام سلامت بخش در مرکز استان سرسبز گیلان و کلان شهر رشت در جنوب دریای کاسپیان، دریایی که نام قوم قدیمی گیلان یعنی کاسی ها بر روی آن نهاده شده است و در شمال ایران توسط مرحوم غلامرضا صومی از پیشکسوتان فوتبال شهر رشت تأسیس گردید. تیم فوتبال سپیدرود یکی از قدیمی‌ترین، ریشه‌دارترین و معروفترین باشگاه‌های ایران است. نام باشگاه فوتبال سپیدرود رشت برگرفته از بزرگترین رود گیلان و دومین رود ایران سپیدرود است که در پیدایش تمدن قدیمی و 150,000 ساله گیلان که بعد از عصر یخبندان است تأثیر بسیار زیادی داشته است. همچنین رشت را پایتخت همزیستی‌های مسالمت‌آمیز، مهربانانه، موسیقی، تئاتر، شعر و ادب و شهر خلاق خوراک شناسی با 170 نوع غذا در جهان در یونسکو و شهری کاملا ورزشی و فوتبال خیز است و زادگاه تیم فوتبال سپیدرود رشت و بازیکنان بزرگ است میشناسند. و رشت شهری است با معماری اروپایی و اروپای شرقی، جای گرفته در دل استانی با وجود هم جواری و هم مرزی زمینی و دریایی با قاره اروپا و با وجود جنگل‌ها، دشت‌ها، دریای زیبا، دره‌ها، قله‌ها، آبشارها، قلعه‌ها و شهرک‌های باستانی و مناطق طبیعی جنگلی که شاید به چشم عموم نیامده، خلاصه‌ای کوچک از قاره اروپا می باشد و بسیاری از تیم‌های فوتبال پر آوازه گیلان به خصوص سپیدرود از این سرزمین برخاستند. تیم فوتبال سپیدرود رشت یکی از قدیمی‌ترین باشگاه‌های گیلان، ایران و حوزه کشورهای دریای کاسپیان است. سپیدرود از بدو تأسیس پیوسته در لیگ‌های مختلف فعال بوده است. تیم فوتبال سپیدرود رشت با تلاش غلامرضا صومی برگرفته از یک باشگاه بدنسازی و کشتی زورخانه‌ای در محله قدیمی معروف و زیبای سبز میدان رشت در مجاورت میدان شهرداری رشت بود که امروزه به یکی از بزرگترین پیاده‌راه‌های زیبا مفروش به سنگ فرش در خاورمیانه میباشد. سپیدرود در ابتدا در فوتبال محلات شرکت کرد و بلافاصله به لیگ باشگاه‌های رشت صعود کرد. در لیگ رشت تیم‌های بی‌نظیر تاج رشت، ایران مهر رشت، همایون رشت، دارایی رشت و پاس رشت نیز حضور داشتند. در سال 1352 قرار شد نخستین دوره مسابقات لیگ سراسری برگزار شود تا فوتبال از حالت محلات خارج شده و به سمت حرفه‌ای گام بردارد. به همین دلیل قرار شد برای تیم‌ها مسابقات انتخابی برای حضور در لیگ تخت جمشید انجام شود و به همین دلیل در سال 1352 نام سپیدرود برای این باشگاه انتخاب شد. لباس اول باشگاه سپیدرود رشت کاملا قرمز و لباس دوم باشگاه پیراهن ورزشی سپید، شورت ورزشی قرمز و جوراب ورزشی سپید می باشد. تیم فوتبال سپیدرود رشت در لیگ دسته دوم جام تخت جمشید حضور داشت که در سالهای 1355 و 1356 به مقام چهارم این لیگ دست یافت. نگاه میکنه به اطراف خودش، راه میندازه، یه شلیک ناگهانی از فاصله 40 متری و گل دوم توی دروازه بار دیگه تسلیم میشه. یه شلیک ناگهانی از فاصله 40 متری و گل دوم توی دروازه بار دیگه تسلیم میشه. پشت زمین پنالتی
حالا حرکت میکنه، چشم به چشم ضربه‌شو میزنه و گل. تیم فوتبال سپیدرود رشت در لیگ دسته دوم جام تخت جمشید حضور داشت که در سالهای 1355 و 1356 به مقام چهارم این لیگ دست یافت. سپیدرود در دوره سوم لیگ دو تخت جمشید در سال 1357 در حالی که تا 2 هفته به پایان مسابقات در رتبه نخست قرار داشت و تیم سپاهان اصفهان در مکان دوم بود، لیگ تخت جمشید به دلیل انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نیمه تمام رها شد و سپیدرود شانس حضور در لیگ دسته اول تخت جمشید را از دست داد. سپیدرود در سال 1371 در دومین سال تشکیل لیگ آزادگان در لیگ دسته اول ایران یا همان لیگ برتر فعلی حضور داشت. در گروه سپیدرود تیم‌های کشاورز تهران، استقلال تهران، تراکتورسازی تبریز، صنعت نفت آبادان، شهرداری جوانساری، جنوب اهواز و کمای شیراز حضور داشتند. فرصت خوب برای بازیکنان سپیدرود و ضربه سری که اونجا میزنن از کنار دروازه به بیرون میره. ساندری دروازه فرصت خوب برای بازیکنان سپیدرود، اونجا از دروازه بیرون میاد. این فرصت در سال 1356 سپیدرود که در لیگ دسته دوم باشگاه کشور حضور داشت و به عنوان نماینده فوتبال ایران در جام بین‌المللی آقاخان بنگلادش شرکت کرد، با پیروزی مقابل تیم‌های ملی هندوستان، محمدان بنگلادش، بدای داکا، سریلانکا و منتخب بنگلادش قهرمان شد. فریدون اسکرزاده به عنوان سرمربی، احمد سومی به عنوان مربی، غلام رضا سومی به عنوان سرپرست و مدیر باشگاه در جام آقاخان بودند. کاوه کاویانپور، محمد احمدپور، سیروس جوشری، جمشید پذیرا، رسول حقدوست، حسین کامیاب، محمد رضا شیدفر، جاوید جهانگیری، جمشید محمدی، رضا مسافری از بازیکنان تاثیرگذار تیم فوتبال سپیدرود رشت در جام آقاخان بنگلادش بودند. مربیان تیم فوتبال سپیدرود رشت از سال 1353 تا سال 1364 حسین شاملو، فریدون اسکرزاده و در سال 1359 حسن حبیبی و از سال 1361 تا سال 1364 احمد سومی بودند. از سال 1371 تا سال 1372 حسن روشن، از سال 1372 تا سال 1374 حسن آذرنیا، از سال 1374 تا سال 1375 مجید جهانپور، از سال 1377 تا سال 1378 احمد سومی، از سال 1378 تا سال 1379 سعید آخوندی، از سال 1379 تا سال 1380 ایرج خوالی، از سال 1380 تا سال 1381 ایرج خوالی و حمید رجبی نیا، از سال 1381 تا سال 1382 احمد سومی، از سال 1382 تا سال 1392 فرهاد حسین پور، از سال 1392 تا سال 1393 رسول حقدوست و محسن نصر عبداللهی، از سال 1393 تا سال 1394 افشین ناظمی، از سال 1394 تا سال 1395 فرشاد پیوس و علی نظر محمدی بر عهده داشتند و در فصل فعلی 1395 1396 علی نظر محمدی سکان هدایت این تیم را بر عهده دارد. من اینو بگم امروز بازی دار و ندار بود. تیم سپیدرود توی این 13 هفته گذشته کلا از سوی باشگاه 100 میلیون تومان به بدنه تیم تزریق کرده و تعدادی از بچه‌هام 3% قرارداد گرفتن و مابقی چیزی دریافت نکردن. بازیکنان کادر فنی به عشق هوادارا توی زمین دارن بازی میکنن، به عشق هوادارا توی زمین دارن بازی میکنن. تنها دلخوشی امروز تیم سپیدرود هوادارای خونگرم خوب تیم سپیدرود سنگوا و رفع صندلی‌های ورزشگاه نیست، اما این عزیزان آمدن به بازی رو از
راست میره که تک به تک میکنه بازیکن تیمش رو. ببینیم از این موقعیت چگونه استفاده میکنه و توپی که وارد دروازه میشه. گل برای تیم سپیدرود. حامد حاجتی گل میزنه. و اما این روزها کورسویی در دل هواداران فوتبال ارتش سرخ گیلان سپید رود شهر بارانهای نقره رشت روشن شده. رود بزرگی که شریان حیاتی شهر و استان ماست. تیمی دوست داشتنی و نوستالژی دیارمان. تیمی که روزگاری نچندان دور ورزشگاه خاطره ها را مالامال از جمعیت مشتاقان و عاشقان می کرد. جایی که رقص پا به توپ ایرج خوالی در میانه میدان و خونسردی علی محمدی در مرکز دفاع، تور پار کردنهای سیروس انصاری به فرماندهی احمد سومی قند در دل هواداران آب می کرد. همان روزها که ورزشگاه پیر شهرمان، شهر رشت، شهر بارانهای نقره‌ای جای سوزن انداختن نبود. و حالا این روزها کورسویی از روشنایی در دل عاشقان جرقه زده به امید دوباره بازگشت یکی از بزرگان فوتبال ایران، تیم فوتبال سپیدرود شهر رشت که دوباره می‌خواهد در لیگ برتر فوتبال ایران بدرخشد. و حالا سپیدرود نه برای یک شهر، نه برای شهر رشت و نه فقط یک تیم، بلکه سندی از اصالت گذشته شهر رشت را نوید می‌دهد. شعار قدیمی طرفداران سپیدرود همیشه روی سکوهای ورزشگاه قدیمی شهر این بود: اگر سپیدرود بخشکد ماهی‌ها می‌میرند. و شعار دیگر امروزی آنها: دنیا فقط سپیدرود، سپیدرود، سپیدرود. تاریخچه تیم فوتبال سپیدرود رشت، تقدیم به هواداران و تیم فوتبال سپیدرود رشت. همه برای سپیدرود، همه برای سپیدرود، سپیدرود برای همه، سپیدرود برای همه. به امید قهرمانی های تیم فوتبال سپیدرود شهر بارانهای نقره‌ای رشت. برنامه ای از جهان فوتبال. نویسنده، ادیتور و گوینده متن مجتبی زرابی. کوتیدیو عالیه.